جشنواره‌ای با مزه چاشنی‌های محلی، سومین جشنواره بازی‌های محلی و غذاهای سنتی با هدف احیاء آیین‌های بومی در روستای ییلاقی سنگ‌نو بخش مرکزی شهرستان نور برگزار شد. یک روز شاد در روستای سنگ‌نو که هر رهگذری را به سمت خود می‌کشاند. چقدر برنامه شاد. اون سنگ‌نو از نوع‌هایی که آب چشمه توش جنبه با سنگ درست کردن. در این جشنواره انواع بازی‌های بومی محلی همچون کشتی لوچو و اغوسکار نیز اجرا شد. هر کدوم 5 نفر 6 نفر این بر اغوز چیننده، بعد اغوز زننده، هر که برنده ببیه بینه جمع کنه اون اغوزه. من تا حالا این بازی رو ندیدم، خیلی برام جالب بود. تهیه و پخت غذاهای متنوع مازنی رنگ و لعاب بیشتری به این جشنواره بخشید. به زبون محلی بهش میگن دوشنزنی که ازش دوغ و کره میگیریم. تموشتنق رو هست، حلیق رو هست، ناسخاتون هست، انواع درست کردیم برای تست برای این جشنواره. نمایش طنز با عنوان ننه سلیمه در روستا میماند واگویاهای مردم منطقه بود. همین که لبخند بزنه هم مسئولین و هم مردمی که حضور داشتن، همین که مشکل گشایی و ان شاءالله مشکلات محل رفت. هر چقدر تلاش کنیم که تولید منطقه رو بالا ببریم، اشتغال رو بالا ببریم، مهاجرت معکوس صورت میگیره. محلیای ما در سنگ‌نو تو شهرستان‌های دور و نزدیک که زندگی میکنن، این جشن بهانه بشه که دور هم باشیم و همدیگر رو ببینیم. برگزاری این گونه جشنواره‌ها علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی میتواند انتقال دهنده آیین و سنن گذشتگان به نسل آینده باشد. امین قجر، خبرگزاری صدا و سیما، روستای ییلاقی سنگ‌نو، شهرستان نور.